نامزد علم بیولوژی قربانعلی سلیم با اختراعات خود در بخش خاکشناسی رشد بخشیدن می‌خواهد. این یکی از نتیجه‌های نظریه علمی به حساب می‌رود. نتیجه‌های کارهای تحقیقاتی به این عالم تاجیک دستاوردهای زیادی آورد. دستاوردهای این عالم تاجیک نه تنها در حدود تویستان بلکه بیرون از تویستان میتوان نقش موثر خود را گذارد. قربانعلی سلیم نه یک بلکه چندین اختراعاتی را در دست دارد. با پاتنت اولیوی سپردیم که از آنجا نتیجه‌های مثبت را به دست آوردیم. کارهای تجربوی برای این عالم فعالیت همیشگی است. کمپوست با ضوء از آزوتابکترین در یک جایگاه با استاد سلیموف همین تجربه را گذاشتیم. شرح بیشتر در برنامه نوبتی نوآور. پس خوش می‌گردونیم. در تلویزیون دوشنبه